به نام خدا. سلام دوستان، به کانال خودتون فال حافظ شیرازی خوش اومدید. لطفاً فاتحه نساء روی حافظ بخونید و نیت بفرمایید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم. گفتا که شب رواست او از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی هم عود رهبر آید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد. گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد. گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد. گفتا خموش حافظ که این قصه هم سر آید. خب دوستان، در تعبیر این غزل باید گفت که در فکر و آرزوی به دست آوردن محبت کسی هستید و گفتگو کردن با محبوب فکر لذت بخش است که غم دل شما را تسکین می‌دهد. گاهی می‌خواهید او را از ذهنتان پاک کنید، اما این کار امکان پذیر نیست. اگر صبر و صداقت را در پیش بگیرید قطعا به مقصود خود خواهید رسید. به پروردگار توکل کنید تا غم و غصه‌هایتان پایان یابد. رازداری در روابط شرطی مهم برای به ثمر رسیدن مهر و محبت است. اگر از محبوب تلخی دیدید آن را پیش خود نگه دارید. همان گونه که روزهای خوش به پایان میرسد اما سختی نیز ماندگار نخواهد